انتظار تو رو به جزایر زیبای گا میبره. خیلی فرمول ساده ای. من از خدا پرسیدم این همه فقر و بدبختی و ناامیدی و گرسنگی چرا هیچ کاری نمی کنی؟ خدا هم در جواب همین سوال از من پرسید، تو چرا هیچ کاری نمی کنی؟ میگیرید چی میگم؟ منتظر نشستیم یه ناجی بیاد، یه نفر بیاد که دست به کار بشه، همه چیز رو تغییر بده. ولی واقعیت اینه که من باید اون تغییری باشم که میخوام تو جامعه شاهدش باشم. انتظار آدم ها رو به قهقرا میبره. آدم منتظر همیشه به سمت جزیره میره. آدم صبور اما به همه چیز میرسه. فرق بین آدم صبور و منتظر توی عملکرد آدم منتظر اینه که من یک جا میشینم که یک عامل بیرونی یا یک چیزی بیاد و آنچه که من میخوام رو یا به من بده یا اون تغییر رو حاصل کنه. آدم صبور شروع میکنه، برای آنچه که میخواد تلاش میکنه و صبر میکنه تا